28 روز با شکرگزاری. روز 14، روزی خارق العاده داشته باش. برای اینکه اعجاز انگیزترین روز زندگی تو به چشم ببینی و اون رو از سر بگذرونی، میتونی قبل از اینکه روزت رو آغاز کنی بابت تمام روز خدا رو شاکر باشی. برای داشتن یک روز خارق العاده صرفاً و فقط برنامه‌های کاری روزانت رو مرور کن و عبارت اعجاز آفرین خدای شکرت رو برای هر کدوم از اونها قبل از اینکه شروعشون کنی بگو. انجام این کار راحت ترین کار دنیاست. فقط چند دقیقه طول میکشه، اما تغییری که در روزت ایجاد میکنه مبهوت کننده است. شاکر بودن از پیش از طریق قانون جذب و روزی معجزه آسا خلق میکنه. وقتی خدا رو شکر کنی که تجارب کل روزت خوب از آب در بیاد، بی برو برگرد تجاربی خوب رو هم از سر میگذرونی. اگر باورت نمیشه که قدرت تأثیرگذاری فوق‌العاده‌ای در وضعیت‌های روزانت داری، درباره اوقاتی فکر کن که عبوس یا بداخلاق از خواب بیدار شدی و روز خودت رو آغاز کردی و اوضاع یکی بعد از دیگری ناجور و بد از آب در اومده و در انتها در پایان روز صدات در اومده که چرا روزت اینقدر بد بوده، انگار که روز ناجور تصادفی پیش اومده. خب تنها دلیلی که باعث شده تو یک روز ناخوشایند داشته باشی این بوده که از کله سحر عبوس و بدخلق بودی و همین بدخلقیت عاملی شده تا کارهای روزت تا آخر شب پشت سر هم خراب بشه. حتی عبوس و بدخلق بیدار شدن هم تصادفی نیست، چون به این مفهومه که تو با تفکرات منفی در مورد مسئله یا مسائلی به خواب رفتی و صبح همونجوری از خواب بیدار شدی بدون اینکه شاید حتی خودت متوجه شده باشی. درست به همین دلیله که هر شب باید تمرین یادداشت شکرگزاری رو انجام بدی تا مطمئن بشی که با افکار خوب میخوابی. تمرین شبانه و معجزه آسای یادداشت شکرگزاری به همراه برشمردن مواهب الهیت در صبح روز بعد خوشخلقی شبانه و صبحگاهیت رو فراهم میکنه و همینها حال و هوای شروع یک روز خوب و فوق‌العاده رو برات تضمین میکنن. برای داشتن یک روز معجزه آسا لازمه که احساس و حال و هوای خوبی داشته باشی. من به غیر از شکرگزاری که در واقع فوراً حال و هوای تو رو عوض میکنه و خوب میکنه چیز دیگه ای سراغ ندارم. هر برنامه‌ای که امروز داری، هم از مسافرت، جلسه، طرح کاری، صرف نهار با دوستانت، ورزش، مسابقه ورزشی، رفتن به تئاتر، دیدن یک دوست، نظافت خونه، رفتن به مدرسه یا خرید، یادت باشه قبل از شروع کار و روزت با به زبون آوردن عبارت معجزه آسای خدای شکرت برای اینکه برنامه‌هات خوب پیش بره، روز خودت رو به روزی شگفت‌انگیز تبدیل کن. اگه از اون دست افرادی هستی که فهرستی روزانه برای انجام کارهای ضروریت مینویسی، میتونی فهرست روزانت رو مرور کنی و برای اینکه هر کدوم به خوبی و خوشی انجام شده خدا رو شکر کنی. مهم نیست که این کار رو ذهنی انجام میدی یا مینویسی، مهمترین مسئله اینه که تو احساس کنی حاصل هر برنامه یا فعالیت روزانت به بهترین وجه ممکن داره اتفاق میفته. وقتی تو پیشاپیش برای داشتن یک روز معجزه آسا و فوق‌العاده شکرگزاری کنی، هر نوع دردسر و مشکل قبل از اینکه اتفاق بیفته محو میشه. هرچی بیشتر از این تمرین شگفت‌انگیز استفاده کنی، روزهای تو بهتر میشن و از جزئی ترین تا مهمترین کار همه چیز به خوبی در زندگیت پیش میره. روزای پر از چاله چوله هموار میشن و به جای رخدادهای مستعسل کننده و دردسرساز، روز تو با جریانی شگفت‌انگیز شروع میشه و به نظر میرسه که همه مسائل به طور معجزه آسایی و با کمترین تلاش، بدون دغدغه و فشار عصبی و به مراتب خوشایندتر از پیش همشون رو به راه میشن. استفاده از شکرگزاری برای داشتن یک روز شگفت‌انگیز از این طریق که پیشاپیش بابت رویدادهای روزانت خدا رو شکر کنی فقط چند دقیقه از وقت تو رو میگیره، اما فقط همین یک تمرین کل زندگیت رو در طول روز متحول و فوق‌العاده میکنه.
برای داشتن یک روز شگفت‌انگیز صبح که از خواب بیدار میشی، قبل از اینکه از تخت خواب بیرون بیای، در حمام یا زمانی که لباس میپوشی، درباره برنامه‌های روزانت فکر کن و برای تک تک اونها که به بهترین وجه میخوای انجام بشه خدا رو شکر کن. حواست باشه که این تمرین شگفت‌انگیز رو در آغاز روز و در یک جلسه انجام بدی. برنامه‌هایی رو که باید برای صبح، بعد از ظهر و یا شب تا موقع خواب انجام بدی به ذهنت بیار همشونو و برای هر برنامه عبارت معجزه‌آسای خدای شکرت رو بگو و مجسم کن که در پایان روز خدا رو شکر میکنی و بی نهایت هم شاکر هستی، چون همه چیز بر وفق مرادت پیش رفته. هر قدر که دلت میخواد میتونی در این زمینه اغراق کنی تا به تو کمک بکنه به حال و هوای فوق‌العاده تری دست پیدا کنی. مثلا بگو خدای شکرت از بابت جلسه فوق‌العاده موفقم، خدایا شکرت از بابت نتیجه معرکه این تماس تلفنی، خدایا شکرت برای مسابقه ورزشی پرشوری که داشتم و مقام آوردم، خدایا شکرت برای شب خوشی که با دوستام گذروندم، خدایا شکرت از بابت روز خوش مسافرتم، خدایا شکرت برای انرژی شگفت‌انگیزم در جلسه تمرین ورزشی و یا هر موردی که در طول روز برات میخواد اتفاق بیفته. این تمرین معجزه‌آسا زمانی به مراتب قدرتمندتر میشه که عبارت اعجازآفرین خدای شکرت رو برای هر تجربه‌ای با صدای بلند بگی. اما اگر در وضعیت و جایی نیستی که بتونی این کار رو انجام بدی، یعنی بلند بگی، اشکالی نداره که اونو در ذهنت هم بگی. مهم نیست، در ذهنت بگو. اما بعد از این که استفاده از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری رو برای هر کار و برنامه روزت تموم کردی، تمرین رو با این عبارت تموم کن: خدایا شکرت از بابت خبر فوق‌العاده‌ای که امروز به من میرسه. خود من بی برو برگرد هر روز صبح که از خواب بیدار میشم و پروردگارم رو بابت داشتن یک روز معجزه‌آسا سپاسگزار میشم، برای خبر معرکه‌ای هم که اون روز به من میرسه خدا رو شکر میکنم. در نتیجه بیشتر از تمام عمرم خبرهای خوش دریافت میکنم. هفته به هفته و روز به روز اخبار خوش عین بارون به سرم میباره. هر دفعه که خبر خوش دیگه‌ای دریافت میکنم مخصوصاً شکر به جا میارم و ذوق میکنم، چون میدونم که برای اون از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری استفاده کرده بودم و بعد حتی خبرهای خوش بیشتری هم باز به سراغم میاد. اگر تو هم دلت میخواد بیشتر از گذشته، خیلی بیشتر از گذشته اخبار خوش دریافت کنی، از من تقلید کن و این کار رو هر روز صبح انجام بده. دوست عزیزم، دوست نازنینم، تمرین معجزه‌آسای شماره 14 هم به پایان رسید. یادت باشه که هر روز صبح باید 10 مورد موهبت یا نعمت الهی رو بنویسی و بابت اونها شکرگزار باشی و هر شب پیش از خواب حتما یادداشت شکرگزاری یا تسبیح شکرگزاریت رو به دستت بگیر و بابت اتفاق خوبی که اون روز برات افتاده خدا رو شکر کن. تا فردا و تمرین معجزه‌آسای شماره 15 می سپارمت به آغوش گرم و عاشق پروردگار بی همتا. دوستت دارم. ماه باشی.